گناهاتو مشکور نمیکنم. من میدونم و خودت میدونم. دیگه هیچ کس گناهی تر نمیدونه. معنای مغفرت چی است؟ پوشاندن گناه. الله سبحانه و تعالی گناه میپوشونه. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. الله میگه که بیشتابید، به سوی ما بیشتابید. ای ما دور نکنی خطونه. ما شما را آفریدم. چو ای ما میگریزید؟ میگه الله. نمیه انسان یا انسان خوبی میکنه. و خیلی وقت نمیبینم میگه خیلی دو در چو میگریزی خیلی. تو میگم خطاگی دیدی. و پگه الله میپرسه که فلانی و تو ما چی کم بودی کردم تره که تا ما گریختی؟ و کو بیزن بودی، زن دادم، فرزند دادم، پیس کارید نکردم، کورود نکردم، گنگ نکردم. و چیزی گفتی دادم تا چو گریختی؟ و من و بنده میگه الله تو چی گریختم؟ و نماز تا قضا میکردی کو، نمازو تا نمیخوندی کو. سبحان الله. همین گریختنی از الله امر خدا رو به جان آوردن. چوای ما میگریختی؟ الله میپرسه یک یک. برای این سبب الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. الله سبحانه و تعالی میگه بیشتابید، به سوی ما بیایید، به سوی امر ما بیایید، به سوی امر پیغمبر ما بیشتابید. و شما را چی میتون؟ گناهاتون میپوشونم. گناهاتون میپوشونم. با بغیر گناه پوشوندن جنتون میبرم. کدام جنت؟ جنتی که 7 طبقه آسمان و زمین برببر میمونی. جنت ایده کلانتره. الله جنت برای کی مهیا کرده است؟ باز جنت تیاره، زیب و زینتش همش. دوزخ هم تیاره، دوزخ هم آتشش در گیرانه. جنت هم به همه زیباگیاش زیبای تیاره. برای کی؟ برای کسی که به سوی امر الله رسول بشتابه. انا همون جنت کی میره؟ اعدت للمتقین. الله میگه رو آماده کردم برای تقوادارا. تقوادار کی است؟ با الله در دوامش میگه الذین ينفقون فی السراء و الضراء. انا همون جنت زیبا رو برای کی تیار کردم؟ کسی در حالت کمبغلی و بایش صدقات میکنه چنین خودش، در حالت غمگینی و خرسندیش صدقات میکنه، در حالت صحتی و کسلیش صدقات میکنه. یعنی چنین خودش همه حالت ای صدقات نمیمونه. انا همون جنت زیبا برای همه ای. با برای که والکاظمین الغیظ، کسی که غضبش فرو برده بتونه. پیغمبر علیه السلام اصحاب پرسید که پهلوان کی است؟ اصحاب گفتن پهلوان کسی است که در گوشتینا چند کس میغلطونه. پیغمبر علیه السلام گفت که لیس الشدید بسرعه انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. پهلوان او کسی نیست که در میدان چند کس بغلطونه. پهلوان کسی است که غضبش قپیده میتونه. پهلوان کسی غضبش فرو برده میتونه. وقتی غضب میکنه چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از غضب یعنی خش باز داشته میتونه. اینا پهلوان میگن، اینا سبحان الله با قوت میگن، اینا با آبرو میگن. او کسی نه که سبحان الله در میدان چند کسی بغلطونه و یعنی با غضبش قپیده نتونه، نعوذ بالله خش کنترل کرده نتونه. یعنی انمو کسی که سبحان الله غضبش اداره کرده بتونه، انمو تقوادار همو است. یک جوان نزد پیغمبر علیه السلام آمد، گفت که رسول خدا مرا نصیحت بکن. پیغمبر علیه السلام در جواب چی گفت؟ لا تغضب، هرگز غضب مکن، هرگز غضب مکن. و کرر مرارا، هر باره که همون جوان از پیغمبر علیه السلام میپرسید که مرا نصیحت کن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک سخن میگفت لا تغضب، هرگز غضب مکن، هرگز غضب مکن. غضب کردی زن تا طلاق میکنی، طرف مادر داد میزنی، طرف پدر داد میزنی. حالا که الله چی گفت؟ فلا تقل لهما اوف، خدمت پدر و مادر کردی اوف نگو. ولا تنهرهما، آواز بلند نکو. روزی میشی به مادر میشی، یادش میکنی جاشا گشتناشا، میگفتی کاش که 100 سالم میشید کسل میشید، همه جاش نجاستاش به دست میگرفتم و اندی میشد. نیکی نیست رفت بودیم در تی خاک سپاریدیم دیگه. سبحان الله با مردمی بعضی ای دین دور چکار میکنن؟ در لباسه مادر میشوه که من مادر بوشه ببرم. و چو ازاری مادر میشوی؟ نمیگیری بو بکشی بوی مادر ای بدن نروه. با بعضی ابله های بیدین چکار میکنن؟ 3 روز یا مال بکشن که خونم حرام شید. خودت حرامی بچم، مادری تو حرام نبود، مادری تو حلال بود. مادر خونه را حرام نمیکند، پدر خونه را حرام نمیکند.
خودت حرام میکنی. چو افسه میگه خونه ما حلال کنم، ایزانه میکشی، شرم نمیداری بگی خونه ما حلال میکنم. چی مادرای ما خونه رو حرام میکنن یا پدرای ما خونه رو حرام میکنن؟ همین آهک حرام میشه. در کدام عصر زندگی میکنیم؟ کی دیندار میشیم؟ کی خدا میترسیم که خونمون حلال کنیم؟ خانه حرام نمیشه. استغفر الله العظیم. یه خیلی نعوذ بالله عقیده باطی را باید ما از بین ببریم. نعوذ بالله یه خرافات پرستی و نعوذ بالله چیزای گناه زیدی قانونی خدا و رسوله. همه احترام در زندگی بکنید. همه چی در زندگی باید در خونه شما دسترخوان نباشه. مادر شما مرده شما دسترخوان میپرتید. برای کی دسترخوان میپرتید؟ روزی مصیبت، روزی غمگینی است. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه میگه الاکل فی سرور لا فی غیره. خوردن در روز خرسندی است، در روز غمگینی خوردن حرام است. فرزندا پدر و مادرشون در زندگی احترام بکنن، اوچه جان بگوین، پدر جان بگوین. بعدی مردن دعا کنن در حقش تمام. مال کشتن حرام است دیگه. این 40 سال ای یهودی ها موندگی هستن، ای نصارا موندگی هستن، ای اسلام مونسته 40 سال. این چی معنی داره در زندگی مادر احترام نکنی، پدر احترام نکنی و بعد مردن مال بکشی؟ این دینی مونسته. ای برای این الله چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی میگه که الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله سبحانه و تعالی میگه همون جنت زیبا را برای کسانی آفریدم که سبحان الله قهرشون فرو میبرند. خب سبحان الله میبخشند. کسی در حق ظلم کرده یگان محل یگان شپلاق زد میبخشه. میگه بخشیدم بخشیدم بخشیدم. والله يحب المحسنين. الله سبحانه و تعالی نیکوکارا را دوست می‌دارد. نیکوکار کی است؟ والذین اذا فعلوا فاحشه. کسانی که یک محل گناه کبیره کردند، گناه کبیره که عرق نوشیدن، زنا کردند، او ظلموا انفسهم یا گناه صغیره کردند، گناه صغیره کردند، یگان کار دیگه گناه پس کردند. خب ذکر الله، الله را یاد کردند، گفتن الله تو خالق ما گناه کردیم. فاستغفروا لذنوبهم، استغفار کردن، گفتن که استغفر الله العظیم و اتوب الیه، استغفر الله العظیم و اتوب، ولم یصروا علیها، دیگه دوام گناه ندادن، گناه را دوام ندادن. با میدونن که الله بخشنده، بغیر الله بخشنده نیست. اولئک لهم جزاء و مغفره. الله میگه که پاداش یا چی است؟ بخشیدن. یا را من میبخشم. یعنی کسی زنا کرد، کسی عرق نوشید در حال یکون محل، بعد به هوش آمد، توبه کرد، استغفار کرد، الله چی میگه؟ بخشیدم، جنتت میبرم. اگر به شرط توبه را بتونی، دیگه به سوی گناه باز نکردی. حضورم برای ما و شما فرصت ہے ای گناه همون توبه کنیم. کسی را خفه کردیم اکم میبخشیم. وقتی جاهلیم ده طرف خفه کردم، فقط در دنیا دلار نیست، سامان نیست که او را بتی راضی کنی. این همی دنیا را راضی میکنی. پیش میری اکا من تری محل دشنام کردم، خفه کردم، مرا ببخش. برای زوره کن، در پیش پشت بگل، بگو اگراتا پابل میکنم، چی کاری بگو میکنم، مرا ببخش. که در روز قیامت سخته، همه دیگر میگریزه. فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. روز قیامت که بیاید ای برادرت میگریزی، سرجان طاهر فیخل محمد میگریزه، ای قیامت میگریزه، ای اوچجانت میگریزی، اوچجانت فریاد میکنه بیا بچم مهد اینجا بیا. نه اوچه نمیتونم اومده. بابی حاجی اولیا فریاد میکنه ای عمر اینجا بیا، ای خیر اینجا بیا. نه 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 میگریزی. الله گفته سه میگریزی. برای چی میگریزی؟ ای زنت میگریزی. با میدشه که برای همون کسی یاردم کرده میتونه، هیچ که یاردم کرده نمیتونه. ولا تزیر وازره وزر اخرى. الله میگه هر کس برای گناهش خودش جواب میده. انو پدر و مادری که فرزندش تربیت کرد نتونست در اونجا جواب میده. الله میپرسه من طرف دختر دادم با سطرش کردی یا نکردی، یا یوبکش پشوندی، یا سر لیچ کردی، یا جواب بگو. بچه تا نمازخون کردی نکردی، پیوانوش کردی، عرقنوش کردی. میفهمیم از در قشلاقا نعوذ بالله جوانا عرق مینوشن، نعوذ بالله اوریا رو بین ایرو چیه یا چی روز چیه که اوریا جوانا اوره میکنن.
عرق میزنن نعوذ بالله کودکای دیننگی بعد روی 200 میکنن. هر کسی بدونن هر کسی شوفیر دارن همینجا 60 نوشتگی چین نوشتگی ای همو تیز هیکر زدی گناهگار میموری در نزد الله جواب میگی. انا همو زنکت اطاعت کن، اطاعت نکرد در پیش الله جواب میگی. برای می الحمدلله رب العالمین پیغمبر علیه السلام همین حدیث میخونم و دعا میکنیم. الحمدلله جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب علیم. الله سبحانه و تعالی پیغمبرش برای موشکو فرستاده، برای نصیحت کردن آفرید که برای ای محمد علیه السلام مردم نصیحت بکن، مردم دعوت کن. برای